مامان امروز برام کیک درست کن با آب نبات و کلوچه. بریم خونه باشه؟ چه عروسک خوشگلیه. چی کار داریم میکنین موقع درسه؟ ساکت. صبر کن ببینم. بازم توی دختر بهت گفتن که باید یه اعتراف بنویسی بیاری پیش من؟ نه نگفتن خانم لیپه. نمیدم. نمیخوام بدم. برش من بذار منو بغلش کنم تو رو خدا. امیلی.大丈夫メリーちゃん。ごめんなさい。なんで乱暴な子なんざます。بیا دخترم. بیاین بریم. امیلی چرا رفتی بیرون؟ یه وقت گم میشی یا؟ پس مامان من کجاست؟ برام مامانمو میخواد. بیا بریم تو امیلی، من یه عالمه خوراکی دارم. بیا بریم تو بهت بدم. بیا وای چه ماشین قرازه‌ای. جودی داری چی کار میکنی؟ زود امیلی رو بیار تو. اگه ازم بپرسن از چی بیشتر از همه بدم میاد میگم از دروغ گفتن بعضی بزرگترهای اینجا. اما واسه اینکه فکر بدی نکنین باید بگم من که شیشمونی که با اون پیشونی بلند و تمیزش مثل یه فرشته نور رستگاری بهمون میده دوست دارم. از خوراکیایی که بعد از نماز بهمون میدن خیلی خوشم میاد. همینطورم به خانمای مهربون مؤسسه خیریه که ما رو دوست دارن. به خانم لیپت هم احترام میذارم. نمیدونم چرا یه جور عجیبی به ما نگاه میکنن. شاید هم به خاطر لباسای قشنگی که پوشیدی. خیلی متاسفم دیگه چیزی ندارم بهت بدم. این دستمال دوست داری؟ بیا مال تو. متشکرم ولی من اونو نمیخوام. وقتی به صورت راضی اونا نگاه میکنم احساس میکنم همه ما مثل گنجشکایی هستیم که برامون دونه میریزن. وای نگاه کن چقدر صورتتو کثیف کردی. خدای من. امیلی به خاطر دستمال از شما تشکر میکنه خانم. متشکرم خانم. وای امیلی خب دیگه امیدوارم فهمیده باشین چقدر بعضیا دوست داشتنی هستن. منظورم اون خانمای مهربونم. تموم شد.